بر شما ما برنامه را شروع کردیم و میخواهیم که یک خبری خوش را این دفعه برای شما برسانیم. در پس منظر این کووید 19 این گیرودارها از هم جدایی ها، این خبری خوش واقعا خوشحال کننده است. دلشاد نورماتوف، یک شهروند تاجیکستان، با هواپیما به نزد فرزندانش که 4 فرزندش بی مادر بی سرابان بودن رسید و به دیدار آنها و آنها را تحت تربیت خود قرار داد. خدا کند که این خبری خوش آغاز خوش هر حادثه‌ای باشد که ما هر روز بشنویم و شاهد این حادثه ها شویم. سفیر روسیه در تاجیکستان گفت که در نتیجه مذاکرات به این نتیجه رسیده است که پروازها دیگر از روی جدول آغاز میشن و شهروندان تاجیکستان از تاجیکستان به روسیه یا از روسیه به تاجیکستان آورده میشد. درباره سرنوشت خانواده دلشاد نورماتوف، همکارم اینجا شهلای گلخواجه چندین مرتبه این موضوع را پیگیری داشت و خواهش میکنم که سرنوشت این خانواده به چی بود؟ بله، من میخواستم کمی شما رو اصلاح کنم. سفیر روسیه در تاجیکستان، سفیر تاجیکستان در روسیه، بله، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که با مساعدت سفارت این پدری ماتم زده بالاخره امکان داشت که به نزد فرزندانش برگردد. خب بینندگان عزیز، اصلا رادیو آزادی تقریبا 2 هفته پیش درباره سرنوشت این کودکان یتیم مانده خبر شد. از کجا؟ وقتی که رهبر مرکز فرهنگی تاجیکان در روسیه درباره سرنوشت آنها در شبکه‌های اجتماعی نوشت و درخواست کرد که آنهایی که میتوانند امکان دارند به این کودکان دست خیر خود را دراز بکنند، چون گفت که متاسفانه در این روزهای سخت پدر این کودکان دور از آنها است و در بیرون از روسیه. و طوری هم همکاری ما گفتند در اون شب و روز پدر این طفلان در تاجیکستان بود و نمیدونست که چند روز بعد مرزها بسته می شوند و او حتی در جنازه همسرش رسیدن نمیتواند و جنازهش رو متاسفانه خیلی فاجعه بار است، جنازهش رو طریق آنلاین او از تاجیکستان تماشا کرد. و ببینید که این مرد 4 فرزند دارد و خوردیش همگی 20 روزه بود و این پدر میگفت که هرچند افراد سخاوتمند پیدا شدند که حاضر شدند تا رسیدن پدرشون این کودکان رو به تربیت خود بگیرن، نگاهبین کنند، ولی این پدر میگفت که او میخواهد، خیلی میخواهد، البته او راضی است، او تشکر میگوید به همه اونایی که به این کودکان کمک کردند، ولی بهترین کار برای او فرزندانش این آن بود که پدر در نزد فرزندانش باشد و خوشبختانه 2 روز پیش این کار صورت گرفت با مساعدت سفارت تاجیکستان در روسیه. درست. تشکر شهلا جان. و یک مسئله دیگر، موافق به سرنوشت همین دلشاد نورماتوف، زیاد شهروندان ما در روسیه هستند و خدا کند که آنها به نزد پیوندانشون برگردن. دیروز من میدیدم که خودت خیلی بند بودی در استودیو و ملاقات‌های مهمی داشتی. این چی گفتمان‌هایی بود که تو انجام دادی؟ بله، واقعا بعد از پخش برنامه خبری ما یک بحث تفصیلی داشتیم. بینندگان عزیز، با محیدین کبیری، رهبر حزب همکنون ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان، با صابر ولیف، سابق عضو گروه 24 که فعلا در تاجیکستان است. او چند ماه پیش به تاجیکستان برگشت و اکنون حامی حکومت است. خب بهانه صحبت با این 2 نفر از چی سر زد؟ چند روز پیش محیدین کبیری در یک برآمد خود به طور خیلی شدید از حکومت تاجیکستان تنقید کرد و گفت که این حکومت باید به استعفا فرستاده شود. در پاسخ به این صابر ولیف نیز یک جوابنامه نوشت و رادیو آزادی به این 2 چهره منبر داد تا اینکه در روبروی هم حرفشون رو بگن. راستی نظر ما این هست که در همه گونه بحران بهترین راه برای رسیدن به موفقیت این مکالمه است و شنیدن حرف همدیگر. بله، و من هم تا جای تلاش کردم که این 2 نفر رو به مکالمه دعوت کنم تا اینکه خوب نظرشون رو بگویند که چی باید کرد که مشکلات حل شود بدون خشونت، زیرا تاریخ گواه از بینندگان عزیز که در هیچ دور و زمان خشونت برای هیچ دولت آبرو آورده است و فایده آورده است. تا کجا من در این صحبت موفق شدم، بینندگان عزیز شما میتوانید در برنامه خبری بخش از این صحبت رو تماشا کنید و بعد از چند ساعت دیگر در شکل پوره این صحبت بدون تحریر در آزادی ویدیو گذاشته می شود. تشکر شهلا جان، سلامت باشی. واقعا این مذاکره ها میتوند که فاصله ها را نزدیک کند، موافقت گیری ها را به هم نزدیک کند و در نهایت به دستفشاری و آغوشگیری ها انجام داد، چون که تاجیکستان، مردم تاجیک و هم کشورهای مقتدر جهان شاهد یک امضای سازشنامه تاجیکان بودند که نتیجهش هم همان مذاکره های دوری بود که به این آورد و سال 1997 سازشنامه صلح تاجیکان به امضا رسید و تاجیکا به هم آمدند. تشکر.